سلام به همگی، به این ویدیو خوش اومدید. توی این قسمت ما قراره همراه سریال فرندز زبان انگلیسی یاد بگیریم. حالا قبل از اینکه سریال شروع بشه من میخوام بهتون بگم که این ویدیو شامل چه بخشی هست و شما باید دقیقاً چی کار بکنید. فیلم یک بار اون بخشی که قراره کار بکنیم به صورت کامل با زیرنویس انگلیسی پخش میشه و بعدش دیالوگ ها بخش میشن و هر دیالوگ 3 بار تکرار میشه که هر 3 بارش رو بهتره که شما هم همراهش تکرار کنید یا بعدش تکرار کنید. و بعد از اون 3 بار یه قسمتی هستش که من میام اگر اون دیالوگ توضیحی لازم داشته باشه توضیح رو براتون میدم، مثال میزنم و اگه سوالی داشته باشه تمرین داشته باشه ازتون میپرسم. و قسمت آخرم میشه اون قسمتی که من به صورت کامل دوباره همون قسمت کار شده رو پخش میکنم، اما این بار بدون زیرنویس و بدون وقفه برای توضیحات. اینجا دیگه شما باید متوجه بشید که کاراکترها دارن با هم دیگه چی میگن و معنی همه چیزایی که کار شده رو باید توی ذهنتون مونده باشه که اگه اینطوری نباشه بهتره که برگردید دوباره از اول قسمت‌های تمرین شده رو نگاه بکنید. Rach, it's the Visa card people. Oh, God, ask them what they want. Could you please tell me what this is in reference to? Yes, hold on. They say there's been some unusual activity on your account. But I haven't used my card in weeks. That is the unusual activity. Rach, it's the Visa card people. Rach, it's the Visa card people. Rach, it's the Visa card people. Right, it's the Visa card people. اینجا ویزا کارت یه مدل کارتیه که حالا کارت بانکی که انواع مختلفی داره تو خارج از کشور استفاده میشه. میتونه ویزا کارت باشه، مستر کارت باشه، کردیت کارت باشه. هر کدوم اینا باشه فرقی نداره. همشون یک معنی رو میدن. اما خب ما تو ایران فقط کارت بانکی داریم. خب الان مونیکا داره میگه که it's the visa card people، یعنی people یعنی آدم ها، یعنی از طرف ویزا کارت بهت زنگ زدن، از طرف حالا اون مؤسسه یا بانکی که این کارت رو ازش گرفته ریچل، از طرف اونا باش تماس گرفتن. یه نکته دیگه که اینجا باید بدونیم اینه که people، کلمه people به معنی مردم جمع کلمه person هستش به معنی فرد، شخص. یعنی از اون کلمه‌هایی هستش که استثنا هستش و وقتی person رو بخوایم جمع ببندیم نمیگیم persons، یعنی بهش اس جمع نمیدیم، به صورت کلی شکلش تغییر میکنه. Oh, God, ask them what they want. Oh, God, ask them what they want. Oh, God, ask them what they want. Oh God, ask them what they want. Oh God, ask them what they want. شما باید همینجوری بگید. Ask them، از اونها بپرس. What they want، اونا چی میخوان. حالا اینجا نکته که هست اینه که چرا گفته ask them نگفته ask they. میخوایم با هم دیگه یعنی object pronoun یا همون ضمایر مفعولی رو توی این قسمت مرور بکنیم. همونطور که میدونید ضمیر چیزی هستش، کلمه‌ای هستش که به جای اون اسم قرار میگیره. subject pronoun ها ضمیرهایی هستن که به جای فاعل قرار میگیرن، به جای subject قرار میگیرن و object pronoun ها ضمیرهایی هستن که به جای مفعول قرار میگیرن. object به معنی pronoun. حالا اینجا توی این جدول میبینید که برای هر subject pronounی چه object pronounی رو باید استفاده کنید. حتما اینو بنویسید اگر سطح زبانتون هنوز خیلی پیشرفت نکرده. این یکی از مهمترین چیزهاییه که باید بلد باشید چون خیلی استفاده میشه. object pronoun هایی که برای هر سابجکتی داریم I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them. حالا توی مثال بخوایم اینا رو یاد بگیریم. آیا تو میتونی به من کمک کنی؟ توی این مثال تو سابجکت یا کننده کارمونه، به من هم مفعول جمله هستم. پس میشه Can you help me؟ مثال بعدی آیا تو، حالا اینجا میتونه تو نباشه، میتونه شما هم باشه. آیا تو میتونی به ما کمک بکنی؟ به ما میشه مفعول، you دوباره میشه سابجکتمون. Can you help us؟ نمیگیم can you help we کننده کار فقط میتونه باشه. حالا اگه بخوایم بگیم به سارا بگو، به جای اینکه بگیم به سارا بگو میگیم به او بگو. طرف مقابلمون میدونه که او منظورمون حالا ساراست و یه دختره. به جاش میتونیم بگیم tell her، به جای اینکه بگیم tell سارا میگیم tell her.
یا میخوایم بگیم به علی زنگ بزن. اگه شما میدونی علی کیه، من به جای اینکه بگم call علی میگم call him، به او زنگ بزن. اویی که اینجا مفعول یا همون object جملمون هستش. Could you please tell me what this is in reference to? Could you please tell me what this is in reference to? Could you please tell me what this is in reference to? Could you please tell me what this is in reference to? Could you please tell me what this is in reference to? توی درس قبلی گفتم وقتی که آخر کلمه‌مون ده داریم و کلمه بعدیمون با حرف وای شروع میشه، میتونیم به جای اینکه خیلی نرمال بگیم could you please، میگیم could you please. صداش تغییر میکنه، یعنی تبدیل به صدای ج میشه. could you. حالا عبارت could you چی هستش؟ could گذشته فعل can هستش به معنی توانستن. حالا اینجا دیگه نمیتونیم بگیم آیا میتونستی، به این شکل معنیش نمی کنیم چون که کاربردش کلا فرق داره. کلا عبارت could you please وقتی که شما یک درخواستی رو میخواید به صورت خیلی مؤدبانه بگید. مثلا could you please open the door? Could you please close the window? میشه لطفاً در رو باز کنی؟ میشه لطفاً پنجره رو ببندی؟ Could you please tell me؟ میتونی لطفاً به هم بگی که مثلا حالا ادامه جملتون هر چیزی که هستش. reference به معنی مرتبط یا مرجع هستش. مثلا آخر هر مقاله ما یه reference لیست داریم که میشه لیست مراجع یا لیست اون جاهایی که اون مقاله ازش استفاده کرده. حالا توی این جمله مانیکا داره میپرسه که could you please tell me what this is in reference to؟ یعنی آیا میتونید به هم بگید که این موضوعی که میخواید درباره‌اش با ریچل حرف بزنید به چی مربوط میشه؟ reference to مربوط به چه چیزی هستش؟ خب کلا چیزی هستش که توی مکالمات تلفنی خیلی ممکن استفاده بشه یا کلا زبان یه مقدار رسمی داره و اینجا مانیکا مثل اینکه مثلا حالت منشی ریچل رو پیدا کرده و واسه هم یه مقدار اینجا بامزه شده این جمله‌ای که با این لحن گفته شده. Yes, hold on. They say there's been some unusual activity on your account. Yes, hold on. They say there's been some unusual activity on your account. Yes, hold on. They say there's been some unusual activity on your account. Yes, hold on. They said there's been some unusual activity on your account. Hold on به معنی صبر کن، منتظر بمون. اما بیشترین کاربردش موقع مکالمات تلفنی هستش که به یه نفر میخوایم بگیم حالا پشت خط بمون، منتظر بمون. Hold on. یا مثلا وقتی که شما دارید با تلفن حرف میزنید، طرف میره حالا یه سوالی بپرسه، دوباره به شما بس بشه، اون لحظه شما منتظرید و یا دارید یه آهنگی که معمولا پخش میشه رو گوش میدید تا نوبتتون بشه دوباره با شما حرف بزنن. توی اون موقعیت میگید که I'm on hold. There's been مخفف there has been هستش که میشه زمان حال کامل یا همون present perfect برای بیان عملی که توی گذشته انجام شده و اثرش هنوز برامون مهمه. حالا معنی کل جمله چی میشه؟ Yes, hold on. بله، صبر کنید. They say اونا میگن There's been some unusual activity on your account. تعدادی یا مقداری کمی فعالیت مشکوک یا unusual غیر عادی، غیر نرمال توی حسابت دیدن یا متوجه فعالیت مشکوک یا غیر عادی توی حسابت شدن. But I haven't used my card in weeks. But I haven't used my card in weeks. But I haven't used my card in weeks. But I haven't used my cards in weeks. یعنی اما من هفته هاست که از کارتم استفاده نکردم. I haven't used همون دوباره مخفف I have not used هستش که دوباره گرامر حال کامل یا present perfect که میگه من استفاده نکرده ام. In weeks هفته ها. In days روزها. That is the unusual activity. 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 این همون فعالیت مشکوک هستش. این همون
چیز غیر عادیه که توی حسابت مثلا متوجهش شدن. نکته‌ای که اینجا هستش برای unusual activity قبلش حرف تعریف the رو داریم که تلفظش اینجا دیگه the نیستش the هستش، چون که unusual با حرف vowel u شروع شده که قبلا توی درس یک دوره مقدماتی توضیح داده بودم راجع به vowel ها و consonant ها. The unusual activity این 5 تا حرف vowel هستن که هر موقع کلمه ای با اینا شروع بشه اگه the داشته باشیم به جای اینکه تلفظ the بگیم میگیم the unusual activity, the apple. و اگر از حرف تعریف یک یعنی ا بخوایم استفاده کنیم یا ان، اون موقع باید از an استفاده کنیم. A book اما an apple. Rach, it's the Visa card people. Oh, God, ask them what they want. Could you please tell me what this is in reference to? Yes, hold on. They say there's been some unusual activity on your account. But I haven't used my card in weeks. That is the unusual activity. خب اینم از ویدیو امروز. امیدوارم که از دیدنش هم لذت برده باشید هم یه چیزی یاد گرفته باشید. ادامه این ویدیو رو توی قسمت بعدی میذارم که جواب ریچل هستش، اما چون دیگه ویدیو خیلی طولانی میشد اضافهش نکردم به همین ویدیو، پس ویدیو بعدی رو از دست ندید. مرسی که توی این ویدیو هم همراه من بودید.